مصطفی زاکریان متولد 1324 در بابل. او فعالیت حرفه‌ای خود را در رشته بوکس از سال 1340 در باشگاه ذوالفقاری بابل زیر نظر استاد ایرج دوطلویی آغاز کرد. در ادامه مسیر ورزشی خود زیر نظر امیرخان یاوری در باشگاه جعفری تهران به تمرینات بوکس پرداخت و پس از آن تحت آموزش سرهنگ میر فخرایی در نیروهای مسلح به فعالیت خود ادامه داد. افتخارات او همچون قهرمان کشور در تهران در سال 43، قهرمان اول نیروی زمینی ارتش سال 44، قهرمان اول ارتش‌های ایران سال 46، قهرمان استان مازندران به مدت 3 سال متوالی از سال 46 تا 48. وی علاوه بر ورزش در خدمت سربازی و سپس در دانشگاه افسری شهربانی و اداره آگاهی تهران به خدمت به وطن پرداخت. او در زمان خدمت در ضد اطلاعات شهربانی به همراه تیمسار اسفندیاری خدمات شایانی ارائه داد و مورد تقدیر قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی در سال 1362 به عنوان تیم حفاظت حاج احمد ناطق نوری منصوب شد. همسر وی نیز از افسران پلیس آگاهی تهران بود. در سال 68 با بازگشایی فدراسیون بوکس به همراه حاج احمد ناطق نوری، زاکریان شروع به فعالیت کرد. در فدراسیون بوکس مسئولیت‌های مختلفی از جمله عضویت در هیئت رئیسه و عضو هیئت رئیسه بوکس مازندران، بازرسی، خزانه‌داری، حضور در مسابقات آسیایی و جهانی، سرپرستی تیم ملی، تدارکات، داوری و مربی ملی را بر عهده داشت. همچنین او نماینده حاج احمد ناطق نوری در استان‌ها بود. به گفته جامعه و قهرمانان بوکس مازندران، وی در زمان خدمتش در فدراسیون خدمات شایانی به بوکس مازندران خاصه حمایت از قهرمانان انجام داد. او موفق به دریافت مدرک مربیگری بین‌المللی از فدراسیون جهانی بوکس آیبا در ترکیه شد. وی در سال 76 در بیمارستان پارس تهران درگذشت و به دیار باقی شتافت. او به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار ورزش بوکس مازندران یاد و خاطره‌اش همواره در تاریخ ورزش ایران زنده خواهد ماند. در جامعه از وی به عنوان فردی مهربان و نیک اندیش یاد می شود. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. روحش شاد و یادش گرامی باد.